15 ماه پیش وقتی که اسرائیل در غزه نسل کشی میکرد، عملهای خود را با حمله حرکت حماس 7 اکتبر سال 2023 اساسناک بنمود. اما چیتر او میتواند کشتار و ویرانکاری هایی که ماه‌های اخیر در قسم دیگر فلسطین در ساحل غربی روی میدهند شرح دهد. در دایره حمله های به سابقه به اهالی آسایشته، دیروز سربازان اشغالگر اسرائیلی کریم جرار 15 ساله را در شهر جنین واقع در شمال ساحل غربی بازداشت کردند. پدر او گفت که سربازان اشغالگر به خانه آنها حمله کردند، چند ساعت اهل خانواده اش را بازپرسی نمودند و سپس کریم را بازداشت کرده به سمت نامعلوم بردند. گفته می شود که این نورس در ماه اوگوست سال گذشته با دوچرخه خود به بیمارخانه جنین می رفت که آن وقت تحت محاصره ارتش اسرائیل قرار داشت تا به بیماران و پرستاران یاری رساند. کریم کوشش می کرد که به هر یک بیمار موافق نیازهایش کمک رساند. اول نیازهای آنها را ثبت می کرد و سپس توسط محاصره با دوچرخه‌اش رفته از مغازه نزدیکترین مواد ضروری را می آورد. یادآور می شویم که محاصره اردوگاه جنین در ساحل غربی 31 روز باز ادامه دارد. در این مدت ده ها نفر کشته شدند، 20,000 فلسطینی مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند، منزل 3,000 خانواده تخریب شده است. در شهرها بازداشت های عمومی ادامه دارند. بیش از 100 نفر از جمله کودکان دستگیر شدند.